شب 31 مارت بود. دو عاشق با هم صحبت میکردم توسط تلفن. ساعت 11:00 شد. خیر خوش کردند و تلفن ها را خاموش کردم. ساعت 12 شد. 1 اپریل در آمد. پیامکی از دختر آمد به سوی جوان. نوشته شده بود: بخشش من تو را دوست نمیدارم، فقط همش به خاطر وقت گذراندنم بود. جوان چندین بارها زنگ زد به دختر ولی تلفن را نبرداشت. جوان غضبناک شد، از جایش خیست و در ماشین خودش نشست و به سرعت بلند به خانه دختر میرفت. ولی در راه به صدمه دچار شد. او را به بیمارخانه بردند. ساعت 1:00 شد. ناگهان پیامی از دختر آمد: عزیزم، من تو را دوست می‌دارم. شوخی کردم، 1 اپریل بود. جوان تبسم کرد و جان رو به جان آفرین سپرد. من نمی‌خوام کنارم، دیگه طاقت دوری تو ندارم. تنها نذار که بی تو میشکنم.